سلام و درود به تو دوست خوبم. امیدوارم که حالت عالی باشه. این جلسه میخوایم در مورد کندل استیک ها در پرایس اکشن صحبت کنیم و بهت تبریک میگم که این روش تحلیلی رو برای خودت انتخاب کردی، چون به راحتی و به ساده ترین روش ما هدفمون اینه که اینجا مطالب رو خیلی ساده بگیم. به ساده ترین روش ها ما بتونیم دلار و اسکناس در بیاریم. پس این خیلی تو روش های تحلیلی بحث مهمی هست که استراتژی و روش هایی که ما داریم استفاده میکنیم ساده باشن. ابتدا میخوام یه مقدمه‌ای درباره پرایس اکشن بهت بگم و اینکه بریم رو صفحه مانیتور من تا این موضوع رو ببینیم. خب در مورد پرایس اکشن، تاریخچه پرایس اکشن به این شکله که از قرن 17 میلادی ژاپنیا برای خرید و فروش کردن برنج خودشون از کندل استیک ها یا یه کندل های مشابه کندل امروزی جهت پیدا کردن قیمت ها استفاده میکردن. ولی اولین بار پرایس اکشن به سبک امروزی و آقای لنسبکس تو 1970 اومد این روش تحلیلی رو ابداع کرد و برای اولین بار اومد از کندل استیک ها برای تحلیل بازارهای مالی استفاده کرد. مزایای پرایس اکشن نسبت به انواع دیگه تحلیل ها چیه؟ ببینید، من یه مثالی رو همیشه میزنم. تحلیل تکنیکال خیلی خوبه و ما اصلا اینجا هدفمون این نیست که بگیم تحلیل تکنیکال کلاسیک یا الگوها یا هر چیزی که تو این قضیه میگنجه اشتباه، غلطه و همه باید بیان پرایس اکشن استفاده کنن. خیر، تحلیل تکنیکال فوق‌العاده است، خیلی جاها جوابگوه، ولی یه تفاوت اساسی داره با پرایس اکشن. پرایس اکشن مستقیما میاد به سطوح عرضه و تقاضا، دقیقاً همون جاهایی که سطح عرضه و تقاضاست، خریدار و فروشنده با هم درگیر هستن، میاد اونا رو بررسی میکنه و اونا رو تحلیل میکنه با توجه حالا به نیم نگاهی که نسبت به رفتارشون تو گذشته داشته. ولی توی تحلیل تکنیکال ما عموما میایم از اندیکاتورها، اوسیلاتورها، از یه واسطه‌ای به عنوان مترجم برای خوندن چارت استفاده میکنیم. ولی تو پرایس اکشن خودمون هستیم که مستقیم چارت رو میخونیم و هیچ واسطه‌ای بین ما و چارت وجود نداره. ما زبان خوندن چارت رو یاد میگیریم. توی تحلیل تکنیکال کلاسیک خیلی ابزارهای متنوع زیادی وجود داره که اون ابزارها هستن که این چارت رو برای ما ترجمه میکنن و اون ترجمهش رو هست که ما میتونیم بابتش تصمیم بگیریم که چی کار کنیم. حالا ایراد این موضوع چیه؟ از ایرادات این موضوع اینه که شما وقتی که از یه مترجم، از یه واسط برای خوندن چارت استفاده میکنین، طبیعتاً یه اختلاف، یه دیلی، یه تأخیری ایجاد میشه و خیلی وقتا ما ممکنه به خاطر اون تأخیره بیایم یه بخشی از سود خودمون رو از دست بدیم و یا تو حد ضررامون و حد سودامون اشتباه انجام بدیم. به همین دلیل هست که ما میگیم تحلیل تکنیکال کلاسیک تأخیر داره و این تأخیر خیلی جا به ما آسیب میزنه و عموما تحلیل تکنیکال کلاسیک میتونه رو تایم فریم های بلندتر، یعنی جاهایی که تایم زیادی طول کشیده تا یه الگویی تشکیل شده، اونجاها بیشتر میتونه به ما کمک کنه. ولی پرایس اکشن به این شکل نیست. ما از پرایس اکشن استفاده میکنیم تا به صورت یه دیلی تریدر، کسی که روزانه داره ترید میکنه و تو یه روز معاملاتش رو باز میکنه، تو چند ساعت میبنده و از این طریق کسب سود میکنه، ما با این دید به بازار نگاه میکنیم و به همین دلیل اون سرعت ترجمه کردن نمودار برامون خیلی مهمه و خودمون هستیم که مستقیما به اون سطوح نگاه میکنیم و از اونجا برای خودمون نتیجه گیری میکنیم. پس پرایس اکشن شد نگاه مستقیم به نمودار، تحلیل تکنیکال نگاه با واسطه به نمودار. این رو در نظر داشته باشیم. تحلیل فاندامنتال هم که
معمولا تو بورس ها، تو حالا جاهایی که یک ارزشی داره رد و بدل میشه به عنوان سهم یا به عنوان یه اوراق بهادار، معمولا اونجا خیلی کاربردی تره. ولی تو ارزهای دیجیتال هم یا توی کریپتوکارنسی هم تحلیل فاندامنتال خیلی به ما میتونه کمک کنه، ولی همه چیز نیست. نقاط ورود و خروج دقیقی به ما نمیده، تقریبا یه چیز نسبیه. یه خبر خوب، یه پروژه خوب میتونه شکست هم بخوره. همیشه اینطوری نیست که ما فاندای اون پروژه رو بررسی کرده باشیم و چون خوب باشه پس ما بیایم توی یه تایم مشخص یه سود خوبی رو ببریم. این رو هم باید در نظر بگیریم که تحلیل فاندامنتال نقاط ورود خروج مشخصی به ما نمیده، ولی منظور ما این نیست که تحلیل فاندامنتال رو خط بزنیم و فقط پرایس اکشن. نه، در کنار پرایس اکشن استفاده کردن از فاندامنتال به عنوان اینکه ما یه پروژه‌ای رو ذاتش رو خوب بشناسیم، وایت پیپرش رو خونده باشیم و یه دید خوبی به اون پروژه داشته باشیم، استفاده از فاندامنتال هم تو این قضیه میتونه کمک ما بکنه. و مورد آخر هم اخبار هست. خبرها انواع اقسام دارن. خبر هم به ما نقاط ورود و خروج مشخص نخواهد داد، ولی به شدت خبر هم به ما کمک خواهد کرد. ما درسته اینجا داریم از پرایس اکشن صحبت میکنیم، ولی در کنار پرایس اکشنمون جاهایی که بهش نیاز داشته باشیم حتما میایم موارد دیگر رو کمک میگیریم ازش، که حالا تو جلسات آتی حتما مثلا یه جاهایی رو شما میبینید که ما اومدیم مثلا از تحلیل تکنیکال کلاسیک استفاده کردیم، کمک گرفتیم. یعنی 100% موضوع نیست، یه کمکی به ما داره میکنه. این نشون میده که ما هیچ کدوم این روش ها رو نقض یا رد نمی کنیم. همه اونا رو میایم تو دید مستقیم خودمون به نمودار گاهن ازشون کمک میگیریم و استفاده میکنیم. اخبار و فاندامنتال هم به همین شکل هست. فاندامنتال رو ما باید بدونیم، ذات یک پروژه رو ما باید بدونیم، این کمک میکنه به تصمیم گیری های ما روی نمودار. در مورد اخبار هم خب هرچی بیشتر از خبرها، وقتی توی بازاری داریم فعالیت میکنیم، هرچی اخبار رو بیشتر تحت نظر داشته باشیم و استفاده کنیم ازشون، میتونه به ما کمک بیشتری کنه تو تصمیم گیریمون. هرچند افرادی که پرایس اکشن کار میکنن معتقدن تمامی این موارد از جمله فاندای اون یا ذات اون پروژه و اخباری که قرار هست راجع به اون پروژه بیاد، معتقدن تمام اینها روی کندل ها و روی تحرکات قیمتی اون پروژه دیده خواهد شد. ولی ما گاهن از این موارد تقلب هم میکنیم و استفاده هم خواهیم کرد. در مورد منابع این دوره آموزشی باید خدمت بگم که آقای لنسبیکس به عنوان مبدع این روش جدید پرایس اکشنی که از سال 1970 استفادهش کرد، یکی از منابع ماه و همینطور آقای آلبروکس. آقای آلبروکس به عنوان بزرگترین استاد پرایس اکشن منبع و مرجع بنده برای این دوره آموزشی هست و لنسبیکس هم گاهن جاهایی ازش از گفته‌هاش استفاده کردیم. در مورد مزایای بازارهای مالی با خدمتت بگم که بحثی که وجود داره، ما تو بازارهای مالی، اصلا بازارهای مالی برای این ساخته شدن که تریدرها یا معامله‌گرها به سریع‌ترین نحو ممکن بخوان به اون چیزی که نیاز دارن برسن. یعنی ذات بازارهای مالی بر اساس تسریع معاملاته. این خیلی مهمه، این جمله رو تو مغزت حک کن. بازار مالی ذاتش ما رو داره هول میده که سریعتر یک پوزیشن یا یک معامله‌ای رو انجام بدیم. اینو همیشه با خودمون تکرار کنیم، چون ما یه جمله‌ای داریم به عنوان یه فرد حرفه‌ای که میخواد ترید انجام بده و همیشه با خودمون میگیم آقا فرصت برای کسب سود زیاده و همیشه فرصت برای کسب سود وجود داره، پس عجله نمی‌کنم، پس 50-50 یک پوزیشنی رو نمیگیرم، پس حالا این شبیه فلان الگوه
من پوزیشن خودم رو باز نخواهم کرد. صبر میکنم مطمئن شم 100% شم، مدیریت ریسکم رو انجام بدم و بعد وارد یک پوزیشنی بشم. واسه همین هست که میگم بازارهای مالی کارشون تسریع معاملاته. یعنی همیشه ما رو دارن هول میدن که سریعتر یک معامله رو انجام بدیم، سریعتر یک پوزیشنی رو باز کنیم و گاهن ممکنه تو این سرعت، تو این عجولی، تو این تصمیم یک یهویی ما فراموش کنیم که باید تحلیل درست‌تر و دقیق‌تری انجام میدادیم و از خیلی از نکات بیایم فاکتور بگیریم و سریعتر پوزیشن خودمون رو استارت بزنیم. پس یکی از مزایای بازارهای مالی، یعنی مزیتی که میتونه به عنوان شمشیر دولبه هم وجود داشته باشه، تسریع معاملات هست و خیلی هم مهمه. اینو حتما یادتون باشه. دومین مزیت بازارهای مالی دسترسی یکسانه. دسترسی یکسان به تمامی اطلاعات. چه منی که توی تهران نشستم، چه شخصی که توی یک روستای دور افتاده مثلا توی سیستان بلوچستان نشسته و چه اون فردی که توی نیویورک نشسته، با داشتن یک خط اینترنت هممون به یک میزان به این بازار دسترسی خواهیم داشت و به یک میزان و تو شرایط مساوی از این بازار اطلاعات به دست خواهیم آورد. پس این دسترسی یکسان خیلی مهمه. الکی توهم توطئه نداشته باشیم که طرف حتما یه چیزی اضافه تر از ما میدونسته که این کارو کرده. خیر، اون یه چیزی اضافه تر تو این آموزش دیدنه، تو این به قولی تمرین و تجربه کسب کردنه هست، نه تو چیزی که فکر کنین یه اخبار خاصی وجود داره و یه نفر ازش اطلاع داره و میتونه ازش سود کسب کنه. این تفکرات رو بریزیم دور، اینو قبول کنیم که تمام معامله‌گرها، یا مثلا خوب راحت تر بتونم خدمتتون بگم 90-95% معامله‌گرها عین من و شما دسترسی یکسان به تمام این اطلاعات دارن. اون 5% هم نه به عنوان اینکه اطلاعات عجیب غریبی دارن، فقط به دلیل اینکه ممکنه حجمی از سرمایه‌های خیلی بالا رو داشته باشن. اون 5% مثل صرافی‌ها، مثل نهنگ‌ها، نهنگ کسایی هستن که حجم‌های بالایی از سرمایه رو دارن و به اون شکل دارن معامله انجام میدن. این دست افراد هستن که به دلیل زور سرمایه‌شون میتونن تأثیراتی رو داخل بازار ایجاد کنن، وگرنه تمام افرادی که موجود هستن دسترسی یکسان به تمام اطلاعات خواهند داشت. و مزیت سومی که در مورد بازارهای مالی باید خدمتتون بگم اینه که اینجا ما درآمد دلاری داریم. خب تو کشور ما همونطور که اطلاع داریم و بارها شاید تجربه کرده باشیم، اصولا ما داریم به ریال یا تومان درآمد کسب میکنیم، ولی همه اجناس قیمتش بر اساس تغییرات دلار معمولا افزایش پیدا میکنه. میخواستم بگم تغییر پیدا میکنه، ولی متاسفانه تو کشور ما دلار پایین هم میاد، دیگه تأثیری رو کاهش قیمت اون اجناس نداره و معمولا با افزایش دلار قیمت اجناس هم افزایش پیدا میکنه. هیچ کس هم براش مهم نیست که آقا حقوق افزایش پیدا کرده، درآمد افزایش پیدا کرده که اون کالا گرون شده یا نه. پس دلار یه ملاکی برای تعیین قیمت اجناس تو کشور ما هست متاسفانه، و ما اینجا میتونیم بعد از سالیان سال درآمد خودمون رو تبدیل به درآمد دلاری کنیم و از این افزایش قیمت ها و از این نوسانات آسیب نبینیم. پس این هم شد یکی دیگه از مزیت‌های مهم بازارهای مالی. و اما روش تدریس. بنده تو این دوره آموزشی روش تدریسم به این شکل هست که یک مبحثی رو باز میکنیم، به صورت کامل و با ریز جزئیات راجبش صحبت میکنیم. شما اون ویدیوی آموزشی رو اگر متوجه نشدی چندین بار مرور میکنی تا مطلب رو به صورت 100% بگیری و معمولا در انتهای جلساتمون چند تا تمرین رو مشخص میکنیم. ازت تقاضا دارم، خواهش میکنم
تا تمرینات رو انجام ندادی سراغ جلسه بعد نرو و حتما ابتدا اون تمرینات رو انجام بده، چون به شدت نیازمندی به دونستنش، نیازمندی به درک مطلب 100% و باید تمرین ها رو انجام بدی، مسلط بشی به اون موضوع و بعد بری سراغ جلسه بعد که کارت فوق‌العاده راحت‌تر میشه تو درک مفاهیم جدیدتر. پس حتما در انتهای جلسات تمرین هایی که مشخص کردیم رو 1 روز 2 روز چند ساعت پای چارت بشین و انجام بده. این شد روش تدریس ما. مورد بعدی هم که دیگه ما میخوایم باهاش استارت به قولی آکادمیک بحثمون رو بزنیم، بحث بلاکچین هست. من یه توضیح کلی میخوام راجع به بلاکچین بدم که ما بدونیم اصلا با چه دنیایی، با چه چیزی طرفیم، که بعد بریم انشالله سراغ تحلیل کردنش و ترید کردن و کسب سود ازش. بلاکچین برای ما حکم یک دفتر کل توزیع شده داره. حالا این که دفتر کل چیه اون رو هم دوباره برات توضیح خواهم داد. بیاین رو صفحه مانیتور دوباره. ببین دوست عزیز، بلاکچین مثل یک دفتر کل توزیع شده است. منظور ما چیه؟ شما فرض کنین که 1 2 3 4 و 5 نفر آدم وجود داره. این 5 نفر آدم قراره با همدیگه برن مثلا پیکنیک. خب این 5 نفر آدم یه مسافرت خارج شهر یا یه پیکنیکی هم دوست هستن، با میخوان برن. افراد به صورت جداگانه میرن، هر کدوم یه وسیله‌ای تهیه میکنن، یه چیزی میخرن و هر کسی مبلغ اون وسیله‌ای که خریدم خودش پرداخت میکنه. ولی در انتها میان هر کی مشخص میکنه آقا من 10,000 تومان خریدم، اون یکی میگه من 5,000 تومان خرید کردم، یکی میگه من 50,000 تومان خرید کردم. اینا رو با هم جمع میکنن، تقسیم بر تعداد میکنن، هر کس بدهکار شد مابقیش رو پرداخت میکنه و هر کس هم طلبکار شد حق خودش رو بر میداره از اون سن. به این شکل به قولی دنگ خودشون رو حساب کتاب میکنن. اما تو این روش حساب کتاب یه بحثی وجود داره، اونم اینه که ما اگر یک آدم ناتو یا یک آدم نچندان درست تو اون جمع وجود داشته باشه و خرج هایی که کرده رو درست و دقیق اعلام نکنه به هر دلیلی، خب قطعا این حساب کتابه به هم میریزه و این روش حساب کتاب نمیتونه برای ما عادلانه و دقیق باشه. کاری که بلاکچین میکنه دقیقا همینه. بلاکچین میاد تو اون جمع دوستانه یا تو اون جمع غریبه یک دفتر کل مشخص میکنه. این فرض کنید یک دفتر کله. هر کس هر خرجی رو که انجام داد فیش اون خرج خودش رو برای این دفتر کل ارسال میکنه. وقتی برای دفتر کل ارسال کرد، دفتر کل حکم یک پلتفرم، یک برنامه است. شما بر اساس یک فرمتی فیش خریدهاتو برای اون دفتر کل ارسال میکنید. مثلا فرض کنین اون جمع 5 نفره یه گروه واتساپ درست کردن، فیش خرج کردناشون رو عکسش رو توی اون گروه واتساپ میذارن. وقتی که هر کی خرج خودش رو عکس گرفت و فیشش رو داخل اون گروه واتساپ گذاشت، خب اینجا دیگه خیلی راحت به سادگی میشه حساب کتاب کرد و تو اون حساب کتاب حق هر کس رو به صورت عادلانه پرداخت کرد. به این دلیل هست که میگیم سیستم بلاکچین عادلانه است.